با سلام مجدد، من نوشین محسنی هستم، مدرس شما در دوره آموزشی سطح IS با کتاب منشن از پیج دایش مید تایمینگ. خب دوستای عزیزم، ما توی ویدیو قبلیتون درس 11 رو شروع کردیم، حتی قسمت مقدمش رو هم به پایان رسوندیم در واقع. Jetzt Seite 61 ist fertig. Und gehen wir zu Seite 62. با هم بریم به سمت صفحه 62. خب. Aufgabe 3. Was macht Anja heute? میگم انیا امروز چی کار میکنه؟ Lesen Sie den Terminkalender. میگه که این تقویم در واقع قرار ملاقات هاش رو بخونید. یه کوچولو بد نوشته شده ولی کتاب شما باید درست باشه. Spielen Sie dann ein Telefongespräch mit Anja. میگه و بعد یک مکالمه تلفنی رو با آنیا بازی بکنید. خب بریم اول سر کلندر، بریم سر تقویم ببینیم که توی تقویم چی هست. خب یه سری ترمینه داریم. اول اینکه این بالا نوشته مونتاگ، روز دوشنبه، دریتا یونی. دریتا یونی در واقع میشه 3 یونی. حالا بعدا در مورد این اعداد باهاتون بیشتر صحبت میکنم که اعداد در واقع ترتیبی هستن و میتونیم ما باهاش تاریخ ها رو بگیم. خب 3 یونی ترمینه هاش چی هست؟ برنامه هاش چی هست؟ اینا برنامه هاش قرار ملاقاتاشه. از ساعت 9 تا ساعت 1 کجاست؟ توی دفتره. حالا بچه من میخوام اینو بگم به زبان به زبان آلمانی میخوام بگم از ساعت فلان تا ساعت فلان. خب ببینید ما اینجا چی داریم؟ بذارید من اینو یه کوچولو بزرگش کنم. خب توی کادر آبی رنگ سمت راست کتابتون میبینید که نوشته von 9 Uhr bis 13 Uhr. از ساعت 9 تا ساعت 1. وقتی با یه بازه سرکار دارین و این بازه بسته استش، درسته؟ یک تایم رو انتخاب کردین، یه بازه بسته است، باید بگین von bis، از تا. ولی اگر بازه‌تون بازه ندارین دیگه، این سری بازه ندارین، یک سایت پونکت دارین، یک نقطه زمانی دارین، مثلا ساعت 9 و انتهاش بازه، اینو میگین ab 9 Uhr، یعنی از ساعت 9. از ساعت 9 به بعد دیگه منظورمون اینه. پس von 9 Uhr اینم معنی از میده، از ساعت 9، اما این بسته است، یه 20 هم داره. فون و 20 همیشه با همن تو قسمت زمان ها بچه ها، تو قسمت تایم دهی، زمان دهی، فون و 20 همیشه با همن. ولی آب تکیه، آب یک ساعتی رو میگین و انتهاش بازه. خب همین که من اینجا گفتم از ساعت 9 تا ساعت 1. خب میخوام با این یه جمله بسازم. میگم که von 9 Uhr از ساعت 9 von 9 Uhr bis 1 Uhr von 9 Uhr bis 1 Uhr. حالا جمله چیه؟ جمله یک جمله در واقع پرزنس هست. پرزنس. از این فون بچه ها تایماشو دیگه نمی نویسم. فون بیس چی او. خب این کلش شد پوزیشن 1. همه این میشه پوزیشن 1. حالا بعد از پوزیشن 1 چی میاد؟ پوزیشن 2 و جای پوزیشن 2 همیشه چیه؟ یک فعل. خب میخوام بگم هست او داخل دفتر، توی دفترش. خب بودن میشه ist، فاعلم زی به چی برمیگرده؟ به این انیاه. حالا توی دفتر این بیورو، زبانمون رو آلمانی کنیم که املاوت ها رو به همون بده. این بیورو. ای بابا. خب پس میگیم von 9 Uhr bis 13 Uhr ist sie im Büro. حالا میگه که ساعت در واقع 1:15 اسم بای باربارا. 1:15 چی میشد به صورت غیر رسمیش؟ میگفتیم Viertel nach 1. خب Viertel nach 1 می نویسمش حالا چون جمله استش بزرگ می نویسیم حالا یک ساعتی. خب
ساعت رو نمی نویسم که جا داشته باشیم. خب vierte nach 1. حالا این خودش پوزیشن 1 بعد پوزیشن 1 فعل میاد. فعلمون اسن هست. اسن برای سوم شخص صرف بشه میشد ایست و دوپل اس. این ایست و این ایست نباید قاطی بشه. این یه دونه اس داره، این دوپل اس داره. خب است حالا من فاعل نیاز دارم کی؟ انیا است زی. چی رو میخوره؟ اسن رو بزرگ می نویسیم. اسن است زی اسن. پیش کی؟ پیش باربارا. پیش باربارا. پس ساعت 1:15 میخوره. او غذا. اسم اینجا به معنای غذا هست. پیش باربارا. نقطه. حالا میخواد بگه از پایان نداره. این دیگه بازه. انتهاش بازه. از ساعت 4 چلو اوبن چیکار میکنه؟ چلو اوبن میکنه. ویولونسل مینوازه که نه تمرین میکنه. اوبن یعنی تمرین کردن. خب پس اگر بخوام باش جمله بنویسم میگم اب. اینجا یه ساعتی میاد. او. خب حالا من فعل نیاز دارم. فعلم اوبن هست. برای سوم شخص میشه اوبت. فاعلم هم زی هست. زی کوچیک البته. اوبت زی چلو. اوبت زی چلو mit دوپل. خب حالا میگیم که بیس ساعت چنده؟ ساعت 8:30. 8:30 اگر بخوایم رسمی نگیم غیر رسمی بگیم میشد halb. یکی از 8 جلو میرفتیم. halb 9. bis halb 9 Uhr ارکستر probe. میگه که تا ساعت 8:30 چیکار میکنه؟ این آمادگی های ارکستر رو میگیره. ارکستر probe در واقع یعنی ارکستر آزمایشیش رو انجام میده. تمرین میکنه انجام میده. خب 20 داره. پس حتما یه فونی هم داشته دیگه. درسته؟ یه فونی هم داشته. مثلا فون 18 Uhr bis. حالا اگر غیر رسمی بگیم فون 6 Uhr bis halb 9 Uhr hat sie Orchesterprobe. hat sie eine Orchesterprobe. یک چی داره؟ یک ارکستر آزمایشی داره. خب این هم از این. حالا نوتیتسن اون نوت برداری هایی که کرده چیه؟ دکتر ویبر انروفن. دکتر ویبر انروفن میگه به دکتر ویبر باید زنگ بزنه. زنگ زدن به دکتر ویبر. نورا اون مارک انروفن. نورا و مارک رو زنگ بزنه. فیرما برگمایر کوشنشرنک فرتیش. احتمالا به فیرما برگمایر زنگ میزنه و میپرسی که Ist der Küchenschrank fertig؟ آیا کوشنشرنک تموم شده؟ فرتیش یعنی به پایان رسیده، تموم شده. کوشنشرنک بچه شرنک میشد کمد. کوشه هم میشه آشپزخونه. کمد آشپزخونه چی میشه؟ کابینت دیگه. پس کوشنشرنک میشه کابینت. آرتیکلش هم چیه؟ چون شرنک در هست آرتیکل کلش میشه در کوشنشرنک. خب Geschenk für Tante Betty kaufen. Geschenk بچه این گشنک هدیه. آرتیکلش das Geschenk. میگه یک هدیه برای تانت بتی خریدن. Wein für die Party kaufen. Wein که کاملا معرف حضورتون هست برای پارتی خریدن. خب بچه معنی این کلندر رو که در آوردیم چیه؟ حالا ما اینجا چی داریم؟ یه دونه گشپخش داریم. من اینو براتون یه کوچولو تنظیم بکنم که صفحه رو راحت‌تر و بهتر داشته باشین. خب ما اینجا یه دونه گشپخش داریم. گفته هلو انیا was machst du gerade؟ میگه سلام انیا الان چیکار داری میکنه؟ gerade در واقع منظورش حالا هست. حالا چیکار میکنی؟ ich frühstücke gerade. من صبحونه میخورم در حال حاضر. Viertel von 9 gehe ich ins. میگه یک ربع مانده به ساعت 9 میرم من به
میرم به کجا؟ میره احتمالا به سمت بیوقا، میره به سمت سر کارش. اون was machst du heute noch؟ میگه و امروز دیگه چی کار میکنی؟ Ich rufe heute noch Frau Dr. Weber an. به خانم دکتر وبر زنگ میزنه. Heute Abend habe ich von 6 bis halb 9 Orchesterprobe. میگه امروز غروب، امروز حالا عصر، من چی دارم؟ habe ich von 6 از ساعت 6 bis halb 9 تا ساعت 8 و نیم یک ارکستر آزمایشی دارم. خب بچه ها، این مکالمه رو میخوام برای من کاملش بکنید. از چیزایی که توی این کلندر هست استفاده بکنید و از فون بیس و اب هم استفاده کنید. میخوام توی جمله هاتون با این ترکیب ها بازی بکنید و با استفاده از این کلندر و این نوتیتس هایی که هست، مثلا نگفته میخوام برم گشنک بخرم، واین بخرم، یا نورا و مارکو انروفن کنم، یا چلو اوبن کنم، یا باربارا غذا بخورم، اینا رو هیچ کدوم نگفته. اینا رو توی مکالمتون بنویسین، یعنی ادامه این مکالمه رو برای من بنویسین، همینجوری که آبی و سبز گذاشته آبی و سبز بودنش رو مشخص کنیم که من هم متوجه بشم که داره چه کسی حرف میزنه، تا براتون این قسمت رو هم سعی بکنم. خب این قسمت رو همینجا به پایان میرسونیم بچه ها. با من همراه باشین تا باقی قسمت ها. فعلا خدا نگهدار.